خب سلام. بخوام که طرز فیله کردن فیله گوسفندی یا راسته گوسفندی یا حتی گوساله رو بهتون یاد بدم، این روشیه که شما مثلا میخواین این رو برای چنجه آماده کنید. این دماریه که ما باید از این جدا کنیم و بگیریم. ما اینو برمیگردونیم، دمار رو میذاریم رو به تختمون. خیلی راحته، یعنی فقط یه چاقویی میخواد که خوب کار بکنه و ببره. ما اینو از این وسط، این الان راسته گوسفندی، اینو از این وسط میریم خیلی آروم کات میکنیم جوری که برسیم به اون دماره و ببینیمش. ما این لای برشه رو هی باز میکنیم تا ببینیم که ببینید الان رسیدیم به سفیدی دمار اینجا. حالا به اینجا که میرسیم چاقومون رو میذاریم روی دمار، اوریب میگیریم، یعنی این صافه اینو اینجوری اوریب میگیریم و میریم رو به جلو. همینجوری برش میزنیم و میریم رو به جلو. تمام. به همین راحتی ما از این دمار رو گرفتیم. ببینید کامل، به صورت کامل دمار گرفته شد. اینم این ور پشت، اون طرفش هم همینطور برعکس میکنید و خیلی راحت این همینجوری با دست گرفته میشه. یه گوشت بدون دمار آماده برای کات خوردن برای چنجه و